حمله تروریستی به کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسیه اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست وی نیرو بلاگرهایی که با گپ‌های پوچ و بی‌معنی جوانان را سرگرم نگه می‌دارند، و یا در دست رسانه‌های دولتی که وظیفه‌شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت. درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من فکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه‌ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه‌ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه‌های افراطی از آن جمله داعش صورت می‌گیرد و من فکر می‌کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل رو بگیرند. تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید؟ نظر شما چی است؟ مرحبا. درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دست حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است می باشد. یعنی گویم که اگر در دست اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوت‌های مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکند، نویسنده و شاعرها برای مدحی سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانن یا فرارین، رسانه‌های مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چنین یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت درس کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشه. ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده‌های افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگوید شما؟ ببینید، من قبل از آن که به این موضوع بیام به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از به سر قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید
اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه‌های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند. اما مردم آمدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادند و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید بر رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود. فکر نمیکنید که مثلا شبکه‌های شما هم هستن، شبکه‌های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی و مخالفان هستند، چرا پس هیچ تأثیری نمیرساند در این مسئله که حالا صحبت داریم؟ ببینید شبکه‌هایی که حداقل نزدیک به ما هستند اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنند. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده‌ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدند که هدف آنها پرووکاسیون کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینید که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار رو میتونن فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنن و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشه. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراطگرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده ایستاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگر سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه‌ها دارن و ده‌ها بلاگرها را مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کنید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی با ریش‌های دراز، با صلا و جامه، با تاقی آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند. تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همین فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی موندند؟ چرا؟ واقعا ببینید وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئنا تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست؟ طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشه اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمیکنن، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی به دلش میشیند. فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه‌های دولتی صداقتشون به شخص اول، به حکومت، به نزدیکای خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگراش یک تا حد چتر است.
متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خیلی است. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه‌ها پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟ حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنه، نه ایده، نه ارزش‌های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش‌ها است. همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افراطگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که دامله‌های بهترین را مثل اشای نوردینجا، حاجی میرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تا اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیا این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تا همین 2-3 سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیا اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود. اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسیا ما را متهم به آن کردن که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشون نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسیا متاسفانه رو آوردن با همین فرهنگ، با همین زبان جواب میگیرن. تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، پس پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه‌های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش‌های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟ بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم، اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوز ما را همشون اپوزیسیا میشناسن، ما هم در رسانه‌ها صحبت میکنیم. آیا شده است یگان مراتب از زبان من، از زبان معاونهای من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یگان تحقیر، یگان خشونت، یگان چیز شنیده باشن؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنن به طور عمومی فعالیت 1-2 نفر بلاگر که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن در اساس کارهای اونها بها میدیم؟ ما بله اون را این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. نه تنها پورا، اصلا بعضا میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیش روی ما را بگیرد، برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگ دیگر رو به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنن،
این شرط نیست که اپوزیسیون هم با همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیت دار نیست که فضای اطلاعاتی معنوی و دینی را در اختیار یک عده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیت دار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم با همون قانونی که تا امروز وجود دارد. دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراطگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول 1000 سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلوی یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند. فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیری برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارانشون مثلا در مجموعه اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش هست، چون نمیشه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام اون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان به یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیریم به اسفره، مشتشان، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا اون بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش بکند. اگر مثلا بگیریم امنیتی است یک رتبه بگیرد، اگر پلیس است میلیسا است مثلا اونم یک رتبه بگیرد، یا اگر مثلا منصبدار دیگه است دنبال یک طریق مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک مولا بگیم مثل روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یا مولا مثلا نکاح میبندد، مردم نکاحش میخواند، دعای فاتحه میکرد، در مراسم دیگر اشتراک، در عزاش اشتراک میکرد، یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد. خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست. همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما اینا اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است به اون نمیتونن برسن؟ ببینید مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند. اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد. اصلا امکان پیدا شوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی، ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود. تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن که چون ایدئال پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما؟ ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بینندگان فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نارسایی داشته حتما انتقاد میکنم. اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون.
اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میداد که اپوزیسیش هم قوی باشد. همون کوره که آقای کبیری مثال زد، یا هر کشور دیکتاتوری که هست، خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومت ضعیف است. تمام این مورد فکر میکنم باید که برای همه روشن باشد. اینجا که میگوید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخص رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوام که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه، یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملا هم اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهند که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است، تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه بار است در کشور. تشکر. جناب کبیری نظری شما چه است؟ مرحبا. ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرف خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنم و همچنین به خودمون باید حق بدیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه کاری کنیم که ریشه این مشکلات ما، جامعه ما در کجا است. همونطوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه‌ای که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همونطور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه‌های قوی شکل بگیرد. اما بیاید همینجا وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران به نام روشنفکران تاجیک که متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل بارزا عبدالرزاق، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادند، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن می‌بینند که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنند و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه‌ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون شما فکر نمی‌کنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بر دوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته ایستاده، اینطور به نظر نمی‌رسد؟ نه، ببینید رسالت یک نیروی مخالف این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تأسیس رسانه هست، نه یگان کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها رو عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه رو طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی‌ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه. من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط
طلب کنن که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه چیز دیگر رو. بنابر همین بله تشکر. بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظر شما را میخواهیم. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟ بله خب اول جواب اینا بگم یا اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم بعد بگیم به این چیز. ببینید واقعا ما قشر متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند و میتوند اپوزیسیون هم بیاد آینه بزند بشکنه، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکنه. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و انعکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت نزدیک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا به خاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندین سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که با یک پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده و در یک کشوری که 96-7% مسلمانند، در چنین یک جامعه در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته، در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادرسازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من یک حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است. میخواهم نمیخواهم، هر کسی هر چی فکر میکنه، یک جامعه مسلمانی است. در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه. تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما. با همین است. بله. با از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت یعنی که پیشوا پرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه‌های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشوا پرستی را در اولویت بذارند و تقویت کنند. با هر راهی جلسه دایر میکنند. حتی اخیراً ببینید من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی‌های دارد، بعضی سخنرانی‌های قدیمیش الان میگذارد. این هم یک نوع دیدن که باید که تاثیررسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کارو کنه، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست. صداقت به اصل مسئله نیست. صداقت به منفعت مردم نیست. صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمانov و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است. متاسفانه یعنی پوشیده است. البته در خیلی موارد مثل عبدالله آدمایی که مثلا بسوادن طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام به عقل نیست، جامعه میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها. تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سال شما چی نظر دارید؟ مرحبا. ببینید تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومتداران و اون تیم تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟
دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید درک کرد که تمام این واژه‌های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور نداره. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدن به تامین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور نداره. نتیجهش رو ما دیده ایستادیم. نتیجهش افراطی شوی جامعه و چقدر که جناب ظفر صوفی گفتن فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده ایستاده. بله تشکر. ببینید سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالگی به وجود میاد. این خالگی رو کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسیون است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی رو شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاثیر تشکر. بله اپوزیسیونی هم که آقای کبیر گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره. اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میاد ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که طبیعی است که بعضا پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است، رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا با تبلیغ دروغ نمیشود مردم باور کرده به طرف خودشون متقاعد کنند بیارن و مردم طبیعی جوانان مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراط میرن یا به سمت تفرید متاسف. تشکر. و ببینید رو به افراطگرایی آوردن بدون شک زمینه‌های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری را خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد افراطگرایی و مثل آن تمایل‌های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می‌رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال میخوام بپرسم جناب محی‌الدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده. خب خیلی فشرده بگم. من سوال رو بیاد خیلی بذاریم. برای چی جوان تاجیک امروز افراطگران نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپراف در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدن؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود بود پرست هم بود، نمیدونم زردشتی هم بود، او الکی باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی است، عامل سیاسی است. در مجموع تمام عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد. تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا. در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودید آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت نه چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی؟ مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیت خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت است نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما است که این چیز نگاه داشته این وقت. بله و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افراطگرایی رو نآورد؟ چه افراطگرایی اسلامی و یا هر نوع افراطگرایی دیگر
جناب محمدین کبیری خواهش میکنم خیلی فشرده. سوال خوب میزنم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت که یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشنفکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما رو ملت ما رو به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشنفکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد فردا دیر میشد باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است رسالت امروزه ما نجات ملت است دیگر هیچ. سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت نظر شما. خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه و قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است و از درست است واقعا آقای کبیر درست میگن یعنی که هر کدام ما هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش برای فردای ملتش میسوزد باید که مواضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده مواضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر همچنین آدما وجود داشته باشند یک پیشنهاد خیلی ساده است بیاین مثلا دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ذوقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمد زاده، خشام غلام، این خورشید فضیل، محمد سلطان، الفت خانم محمد شای و رو از زندان آزاد. اینا روزنامه‌نگارایی بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالق‌زاده را آزاد بکنن چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودند و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیر گذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا عزت امان دیگر بزرگ میلیار هر شاید که فرامرز ارگشت اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100 نفره برای بیرون از راه افراطگرایی نمیگذارن که به سمت افراطگرایی بروند و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراط و تفرید بایستد. تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همینجا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما محمدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه‌های مخالف دولت و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا بودند. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند تا آخر برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم تا دیدار در برنامه آینده. خدا نگهدار.